به نام دوست که اگر دم زندگی بخش او نبود، از این نیبی جان آوایی برخاسته نمیشد. با درود فراوان حضور شما عزیزان و همسفران جان و سپاس بیکران از اینکه در سفری دیگر به سرزمین جادویی فرهنگ و ادب فارسی با ما همراه و همگام هستید. عزیزان، امروز بران شدیم تا در رابطه با داستان سیمرغ عطار نیشابوری با همدیگر به گفتگو بنشینیم. داستان سیمرغ یکی از داستان‌های معروف در کتاب منطق الطیر حضرت عطار نیشابوری است. این داستان نمادی از جستجوی معنوی و کمال انسان هاست. داستان با حضور پرندگان آغاز می شود و حرکت آنها به منزلگاه پرنده‌ای افسانه‌ای به نام سیمرغ است که مراد از پرندگان در این راه سالکان راه حقیقت و مراد از سیمرغ وجود حق تعالی است. و داستان چگونگی سفر پررنج عارف سالک در شاهراه وصول به حق را شرح می‌دهد. من زبان نطق مرغان سر به سر با تو گفتم، فهم کن ای بی خبر. در میان عاشقان مرغان درند که از قفس پیش از اجل در می پرند. شیخ عطار این گونه داستان را تعریف می کند که پرندگان انجمن کردند تا پادشاهی برای خود برگزینند. مجمعی کردند مرغان جهان، آنچه بودند آشکارا و نهان. جمله گفتند این زمان در دور کار، نیست خالی هیچ شهر از شهریار. چون بود که اقلیم ما را شاه نیست، بیش از این بی شاه بودن راه نیست. یکدیگر را شاید ار یاری کنیم، پادشاهی را طلبکاری کنیم. زانکه چون کشور بود بی پادشاه، نظم و ترتیبی نماند در سپاه. در این بین هدهد که پرنده‌ای فرزانه و خردمند بود میگوید: ما پرندگان پادشاهی داریم به نام سیمرغ که در کوه قاف منزل دارد. و میگوید تعجب میکنم که چرا شما به دنبال آن پادشاه حقیقی نیستید. هدهد به پرندگان میگوید: وادی و کوه و بیابان رفتم، عالمی در عهد طوفان رفتم. با سلیمان در سفرها بودم، عرصه عالم بسی پیمودم. پادشاه خویش را دانستم، چون روم تنها چون نتوانستم. در حقیقت علت اصلی شرح سفرهای هدهد در اینجا مشخص می شود که به پرندگان میگوید در این سفر به همراهی و همگامی سایر پرندگان نیازمند است و به تنهایی در این سفر نمیتوان گام برداشت. لیک با من گر شما همره شوید، محرم آن شاه و آن درگه شوید. وارهید از ننگ خودبینی خویش، تا کی از تشویر بیدینی خویش. هدهد رسما به مرغان میگوید که شما در بند خودبینی هستید و زمانی رها خواهید شد که پادشاه حقیقی را پیدا کنید.
پس بیایید با من همسفر شوید. در ادبیات ما بسیار به این موضوع پرداخته شده است که ای انسان جاهل، خودبین و خودفریفته نباش. کسی که باید عاشقش باشیم ورای تصورات ماست و برای رسیدن به ماورای تصورات خود باید خطر کنیم. هر که در وی باخت جان از خود برست، در ره جانان ز نیک و بد برست. جان فشانید و قدم در ره نهید، پای کوبان سر بدان درگه نهید. هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هست آن کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. شیرمردی باید این ره را شگرف، زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف. گر نشان یابیم از او کاری بود، ورنه بی او زیستن عاری بود. جان چو بی جانان نیرزد هیچ چیز، همچو مردان برفشان جان عزیز. گر تو جانی برفشانی مردوار، بس که جانان جان کند بر تو نثار. هدهد به مرغان میفهماند که باید از جان خویش چشم بپوشی تا جانی تازه بیابی و پروردگار جان و جهانی تازه به تو نشان دهد. بالاخره پرندگان قبول کردند که با سیمرغ پا به راه گذاشته و با او همسفر شوند. در ابتدای کار عده‌ای زیادی از مرغان به خاطر سختی راه و رنج و محنت از ادامه سفر خودداری کردند و بعد از طی کردن 7 وادی عشق و عبور از مراحل مختلف و گذر از موانع گوناگون راه، از میان صدها هزار مرغ فقط تعداد 30 تن از آنها موفق شدند که از خود فانی و با پیوستن به محبوب باقی و به زندگی جاوید برسند. ولی پس از رسیدن به کوه قاف و جایگاه سیمرغ متوجه شدند که موجودی به نام سیمرغ موجودی جز خود آنها نبوده است و در حقیقت آن مرغان یکی شدند و این نغمه را می شنیدند: من آینه ام، هر کس درون من نگاه کند به خویش نگاه کرده است. تو خود را چو سیمرغ می بینی و اگر خودت را در من فانی کنی در من باقی خواهی ماند، چنانچه سایه در نور خورشید ناپدید. بدین ترتیب آن سیمرغ خود را هم پیدا کردند و معمای وجود من و تو برای آنها حل گردید. داستان سیمرغ عطار پیامی عمیق و فلسفی درباره جستجو برای حقیقت و کمال و خودشناسی دارد. جستجوی درونی در راه حقیقت و غلبه بر ضعف‌ها و ترس‌ها و در نهایت یگانگی و وحدت وجود است که در مسیر نصیب سالک می‌گردد. این سفر فرایندی است که در آن حقیقت و کمال از طریق جستجوی درونی و تلاش برای غلبه بر موانع درونی به دست می آید. عطار از زبان پرندگان به روشنی می گوید که پرندگان
برای انتخاب پادشاه هر کدام در دل خود دچار شک و تردید بودند و با خود می گفتند که کیست لایق این مقام که پرواز کند به بلندای آسمان. بنابراین در جستجوی شاهی به سیمرغ رسیدند که نماد بزرگی و حکمت بیپایان بود. اما سیمرغ دانا در پاسخ به آنها فهمانید که شاهی در درون خود شماست نه در بیرون و گفت من سیمرغ هستم، ولی در حقیقت شما همگی در کنار هم شاهان و حکامید که وقتی که اتحاد می کنید قدرت شما دو چندان است و آن پرندگان در پایان به این نکته مهم پی بردند. سیمرغ به پرندگان آموخت که تنها در کنار هم می توانند به قدرت و حکمت واقعی دست یابند و حکمتش در این بود که در هر دل شجاع پادشاهی نهفته است، در کنار هم نه در تنهایی. مرحبا ای هدهد هادی شده، در حقیقت پیک هر وادی شده. خه خه موسیقه موسی صفت، خیز و موسیقار زن در معرفت. گردد از جان مرد موسیقی شناس، لحن موسیقی خلقت را سپاس. مرحبا ای طوطی طوبانشین، حله در پوشیده طوقی آتشین. خه خه کبک خرامان در خرام، خوش خوشی از کوه عرفان در خرام. مرحبا ای عندلیب باغ عشق، ناله کن خوش خوش ز درد و داغ عشق. همچو یوسف بگذر از زندان و چاه، تا شوی در مصر عزت پادشاه. مرحبا ای فاخته بگشای لحن، تا گهر بر تو فشاند هفت صحن. چون خرد سوی معانی آورد، خضر آب زندگانی آورد. چون دلت شد واقف اسرار حق، خویشتن را وقف کن بر کار حق. چون شوی در کار حق مرغ تمام، تو نمانی حق بماند والسلام. در پایان با آرزوی این که مرغ جان ما بتواند به سیمرغ حقیقت راه یابد، همه شما عزیزان جان را به خرد متعال می‌سپارم تا درودی دیگر بدرود.